توی نویسندگی داستان یا رمان، نمایشنامه، فیلمنامه نویسی و نمونه‌های دیگه مثل مستند دراماتیک یا انیمیشن یا نوشتار برای بازی های کامپیوتری و هر گونه‌ای که به نوشتار احتیاج داره یک مفهومی داریم به اسم دراماتیک. کلیت اینا رو توی همه دنیا به اسم ادبیات دراماتیک میشناسن. مفهوم دراماتیک اگر توی ما جا بیفته، ساختارش رو بشناسیم، نوشتن برامون راحت میشه. چه بخوایم داستان بنویسیم، چه نمایشنامه، چه فیلمنامه، چه هر چیز دیگه ای برامون راحت میشه. اما تشریح این مسئله زمان میبره و چندین فایل، چندین مرحله من باید راجع به مسائل مختلفش صحبت بکنم. از واژگان شروع میکنم. درام و تراژدی و کمدی و اینا که هر کدوم چجوری به وجود اومدن. دراما 2500 سال پیش توی یونان باستان به معنی نمایش بوده گویا. حالا تفسیرهایی هم خوندم که چیزای دیگه ای هم گفتن. به عنوان مثال ماسک هایی رو که میگذارن، یه جایی دیدم که میگن اون دراما بوده، جای دیگه دیدم که میگن اون پرسونا بوده، دراما نبوده. به هر حال این دراما به معنی نمایش استفاده میشده. این واژه از یونان به اروپا به ارث رسیده و اروپا مدعیه که تئاتر از یونان شروع شده، ولی خب اون فرمت نمایشنامه نویسی مال یونان باستان پیشتر از اون هم بوده. الان هم نمونه هاش هست، هنوز متنای کاملشون هست. از 5000 سال پیش هست. گیلگمش هست، ایوب هست، آنومان الیش هست، ایشتار هست، نینورتا و انزو هست، نینورتا تیامت هست. ما آبانگشت رو داریم راجع به جمشید و ضحاک و چیزای دیگه ای. خیلیاش متنش کامل اینجوری رسیده، خیلی متن ناقص رسیده، خیلی متن نرسیده، کلیت قصه شون میدونیم، حالا کاری با این نداریم. یعنی تئاتر پیش از اون بوده، ادبیات دراماتیک هم پیش از اون به شکل شعر و اسطوره بوده. این اشعار هم قصه خوانی میشد یا نقالی قوالی میشد و یا بخشی خوانی میشد. به فرمت اشکال مختلف ارائه و اجرا داشتن. به غیر از اینها خود واژه دراما به معنای نمایش یا بعدتر من خوندم نمایشنامه استفاده شد. جایی رو دیدم که فقط واژه تئاتر یا تئاتر رو به عنوان نمایش در یونان باستان در نظر گرفتن و دراما رو خود متن نمایشی. تو دوره روم شکل نمایشنامه نویسی یونانی تلاش شد احیا بشه. تو دوره یونان بزرگانی مثل سوفوکلس، آیسخولس که ما قبلا به ترجمه آلمانی اشیل میخوندیمش، یا اوریپیدس، ما اوریپید میگفتیم یه زمانی بهش، یا آریستوفانوس که کمدی نویس بوده، اینا دوره طلایی
تئاتر و نمایشنامه نویسی توی یونان بود که برای فستیوال اینا رو می نوشتند و جشنواره تئاترشون می نوشتن و ارائه می دادن. یه هیئت ممیزی داشته، هیئت سانسور داشته، یه دوره طولانی مدتی رئیس اون هیئت خود افلاطون بود. ارسطو اومد مبانی نوشت مبنی بر این که اون نمایشنامه و تئاتر چیه و مفهوم ادبیات دراماتیک رو برای اولین بار اونجا به عنوان واژه میشناسیم، اما قبل تر از اون این ساختار و این معنا توی تمدن‌های دیگه بود، به اضافه این توی خود شعر، اشعار یونان و اساطیر یونان هم بود. یعنی قصه های دراماتیک، افسانه ها، اساطیر که به صورت قصه نوشته می شدن پیش از اون وجود داشته. تو دوره کلیسا نمایشنامه ها اوایل که اصلا نوشته نمی شد، ولی بعدتر صورت های مذهبیش انجام می شد. اما تو دوره رنسانس به بعد، نئوکلاسیسیسم، اون موقع بازگشت اروپا بود به مبانی فرهنگی و ادبی و همینطور علمی یونان و روم. اون موقع سعی کردن اینها رو احیا کنن و تئاتر دوباره به شکل قبلیش به وجود بیاد که یکی از ثمره هاش توی اون دوره شکسپیر، حدود سال 1600 قبلتر و بعدترش. توی همون دوره صنعت چاپ توی اروپا رشد کرد. این صنعت رو از چین بردن و اونجا رشدش دادن با کتاب‌های چاپی به جای کتاب‌های دست‌نویس. باعث این شد که هم قیمت کتاب پایین تر بیاد، هم در تیراژ بالا راحت تر قابل ارائه باشه و این امکان رو داد که بتونن متدهای بلندتری از قصه بنویسن و رمان این موقع شکل گرفت. اول به صورت رمان‌های کوتاه بود و بعد اولین رمان بلند رو میگویل سروانتس توی اسپانیا نوشت که همتون میشناسید، دون کیشوت یا دون کیخوته یا دون کویکسوت. رمان از اون موقع به وجود اومد. نمونه دیگه جدیدتری از ادبیات دراماتیک. بعد از اون دو تا اتفاق جدیدتر افتاد. یکی این که من این قسمت رو به نقل از یک استاد عزیز و بزرگم میگم که تو دوره ناپل اون، به نقل از جناب دکتر قطب الدین صادقی میگم، توی دوره ناپل اون، تو انقلاب فرانسه، خود ناپل اون که بعد از پایه‌ریزی دموکراسی به عنوان دیکتاتور جدید حاکم فرانسه شد، برای اینکه انقلاب جدید اتفاق نیفته، چون انقلاب قبلی رو دیده بود و دیده بود که چطور تو خیابونای تنگ پاریس مردم سنگر میگرفتن و مبارزه میکردن با طبقه حاکم، بولوار رو، متد معماری بولوار رو توی پاریس
به وجود و سعی کرد که بولوار سازی بکنه، خیابونا عریض بشن، قابل سنگرگیری نباشن و در اطراف بولوارها و جای جای شهر تماشاخانه هایی یا کافه هایی و آمفی‌تئاتر هایی در ابعاد کوچک ایجاد کردند توی اون دوره و توشون نمایش هایی برای سرگرم کردن مردم. گویا، من باز به نقل از استادم دارم میگم، گویا برای اینکه حواس مردم از سیاست فاصله بگیره و سرشون گرم باشه، تئاترهایی رو اون موقع رونق دادند و حمایت کردند که پایانای شاد داشته باشه، قصه های عاشقانه، قصه های روزمره معمولی که مردم خوششون بیاد و موزیکال باشه، استقبال بشه ازش، موزیکال باشه و سه خصلت اصلیش همینه، یعنی پایان خوش داشته باشه و بیشتر هم عاشقانه، که اسم اینها شد ملودیک دراما، نمایش موزیکال. دراما به معنی نمایش اینجا هم باز استفاده شد. واژه ملودیک دراما بعدها تبدیل شد، گویا باز به نقل از استادم، به ملودرام، واژه‌ای که امروز استفاده می‌کنیم، اما مفهومی که ما امروز برای ملودرام به کار میبریم اون مفهوم نیست، اون درام‌های ساده عاشقانه پایان خوش و موزیکال نیست که من جداگونه بعد با تشریح کنم که ملودرام چیه. قبل از همین دوره، توی دوره بعد از رنسانس، همون موقعی که به منابع ادبی یونان و روم رجوع می کردن، به نقد ارسطو از چیستی تئاتر و نمایشنامه دراما برخوردن و همون رو استفاده کردن و همینطور از نقد هوراس، اون چیزی که ما امروز به عنوان ساختارهای اصلی درام کلاسیک میشناسیم، صرفا فن شعر ارسطو نیست، فن شعر هوراس بیشتر، اون چیزی که بعد به شکل نمایش‌های خوش ساخت در اومد توی اروپا. فاست گوته یکی از ثمراش بود. که سعی کرد اونجا ساختار دراماتیک رو تشریح کنه، توی این برهه تلاش به در فهم این داشتن. حالا درسته که محدود میکردند و خیلی فالانژ با این قضیه برخورد میکردن، در واقع نژاد پرستانه با ادبیات برخورد میکردن، ولی خب همه اینا تلاش هایی بود برای فهم ادبیات دراماتیک. موقعی که جراید، اتفاق بعدی اینه، موقعی که جراید صنعت چاپ باز گسترده تر شد، تولید کاغذ ارزون تر شد و جراید رشد کردن، روزنامه ها که به وجود اومدن و مجلات، داستان کوتاه نویسی به وجود اومد. از نخستین نمونه هاش ادگار آلن پو از فرانسه، داستان مشهورش موژ نوار، گربه سیاه، که خودش یکی از پیشگامان سورئالیسم توی ادبیات بود و واقعا هم داستان بسیار شاخص و زیباییه و عجیبیه این داستان گربه سیاه.
داستان کوتاه نویسی از اون موقع شروع شد و خیلی گسترش پیدا کرد. رسانه اصلی جوامع در زمانی تئاتر بوده و نمایش. خط همیشه یکی از اصلی ترین رسانه ها و تصویر، نقاشی و دیوارنگاره ها یکی از اصلی ترین رسانه ها، مجسمه تندیس ها اصلی ترین رسانه ها، حتی بناها مثل زیگورات ها، کاخ ها و مقابر رسانه های مهم فرهنگی و سیاسی بشر بودند. اما تئاتر در زمینه ادبیات دراماتیک یک زمان اصلی ترین رسانه بود تا موقعی که رمان به وجود اومد و رمان بسیار بست پیدا کرد توی دنیا. البته پیشتر از اون رمان توی ژاپن، کره جنوبی وجود داشت. ولی توی اروپا توی دوره همون حدود سال 1600 اینا به وجود اومد. 1603 بود فکر کنم. این حدودا بود که سروانتس دون کیشوت رو نوشت. و بعد داستان کوتاه، بعد سینما، بعد تلویزیون، بعد بازی های کامپیوتری که اونام داستان هایی توشون هست و حالا رسیدیم به اینترنت. اون مفهومی که برای نمایش زنده استفاده می شد، حالا توی روم بهش گفته می شد لو سپتاکولو، که حرف تعریف اسپتاکولو دال ویو، نمایش زنده، که واژه دراما براش استفاده می شد. اون مفهوم و ساختار نوشتاری که برای نوشتار نمایشنامه استفاده شد به رمان به ارث رسید و همینطور بعدتر توی داستان کوتاه همون نمایش، همون سالن تئاتر تبدیل شد به سالن سینما و همون اومد توی خونه ها شد تلویزیون و همین امروز اومده توی گوشی موبایل دستمون یا تبلت یا کامپیوتر. و دیگه مفهوم دراما صرفاً نمایش نیست، شامل اینها هم میشه و برای همین به این دلیل در مجموع آنچه که برای این ژانرها، این گونه ها نوشته میشه بهش میگن ادبیات دراماتیک، چون یک ساختار مشابه دارن و پایه ها و مفاهیم مشابهی رو استفاده میکنن. این از این واژه. حالا و دفعه بعد راجع به تراژدی و کمدی هم میگم و بعد وارد مفهوم دراماتیک و مفهوم کلا درام از کهن تا امروزش میشیم.